بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم. امروز میخوام راجع به الگوریتم کامینز در اکسل با شما صحبت بکنم. الگوریتم کامینز یکی از ساده ترین الگوریتم هوشمندی هست و در این حال یکی از بهترین الگوریتم هاست. حالا با یک مثال انشالله این موضوع رو بیشتر براتون باز خواهم کرد. اجازه بدید که بریم داخل این فایل اکسل. خب ببینید، همونطور که میبینید ما اینجا 19 تا در واقع عدد داریم که در واقع 19 نفر هستن که در واقع سنهاشون رو اینجا در واقع ما اینجا وارد کردیم و میخوایم که اینها رو به دو گروه تقسیم بکنیم. برای تقسیم کردن این دو گروه اولین کار حالا در کل کارهای کامینز این هستش که در واقع ما چون دو تا گروه میخوایم درست بکنیم، ما دو تا در واقع سنتروید برای اینها در نظر میگیریم. یکی 20 و یکی 16 هست و یکی هم 21. ما یک عدد 16 و یک عدد 22 رو اینجا وارد میکنیم و بعد با اینها مقایسهشون میکنیم. با چه صورت مقایسهشون میکنیم؟ میایم در واقع یک فرمول میزنیم، فاصله منحتن رو محاسبه میکنیم که فاصله منحتن در واقع قدر مطلق در واقع تفریق این دو تا عدد هست که ما در واقع اینجا باید قدر مطلقشون رو محاسبه بکنیم. در واقع فاصله اقلیدوسی همون قدر مطلق اختلاف بین در واقع نمونه و سنتروید ما هستش. چجوری این رو نشون میدیم؟ با استفاده از فرمول قدر مطلق در اکسل که به ABS معروف هستش. فرمول ABS رو میزنیم، 15 منهای در واقع XI منهای CI هستش، منهای سنتروید ما. اینجا در واقع عدد رو میزنیم. خب بخاطر اینکه بتونیم اینها رو به تمام جدولمون تعمیم بدیم، میبایستی اونها رو در واقع قفلشون بکنیم، با علامت دلار قفل میکنیم و در واقع همین رو تعمیم میدیم تا پایین. در واقع اون عدد رو ما داریم دیگه. خب حالا با سنتروید دوم هم باز دوباره 5 صورت مساویه با ABS XI منهای CI رو هم اینجا C2 رو در واقع X1 منهای C2 این رو هم ما اینجا در واقع قفلش میکنیم. این صورت رو هم پایین میبینیم. خب حالا قدر مطلق این دوتا محاسبه شد. خب توی کامینز در واقع باید بگیم که کدوم یکی از این اعداد کمتر هستن و گروه بندیم رو بر اساس هم بزنیم. گروه بندی رو چجوری حساب میکنیم؟ یک فرمان if در واقع این رو اجراش میکنیم. if اگر این کوچکتر از این بود، بزن گروه بندیم رو بزن 1، در غیر صورت گروه بندیم رو بزن 2. همین صورت تا به پایین اینها رو اجرا کنیم. خب این در واقع همه اینها رو در واقع ستاش رو مربوط به گروه 1 و باقی رو مربوط به گروه 2 زدیم. خب حالا ببینیم بعدی رو در واقع چی میکنیم دیگه. اینجا یه سنتروید رو چی کردیم. الگوریتم کامینز داره بهمون میگه که شما تا اونجایی باید این رو ادامه بدید که این گروه بندیه تغییری نکنه. میان مرحله دوم رو اجرا میکنیم. مرحله دوم باید بیایم دوباره یک میانگین جدید بگیریم. میانگین جدید رو با چی میگیریم؟ با فرمان average if. average if میگیم چی؟ میگیم بیا توی این اعداد ما دو تا گروه داشتیم دیگه. اول گروه 1 رو مقایسه میکنیم، گروه 2 میگیم اونجا نگاه بکن
عدد 1 رو پیدا بکن و بیا از اینها یک میانگین بگیر. در واقع این میانگین گروه اول. گروه دوم رو هم باز دوباره به همین صورت average if. اینجا حالا چی رو ببین؟ حالا عدد 2 رو ببین. ما عدد 2 رو اینجا میزنیم. حالا از کجا دوباره average بگیر؟ از اینها دوباره average بگیر. اینجا هم 35 و 6 دهم بهمون میده. خب دوباره همین فرمول رو اینجا هم تکرارش میکنیم دیگه. می‌نویسیم مساوی با ABS 15 منهای 1533. اینجا واقع شد چی شد؟ x1 منهای c1 x2 x1 منهای c2. به همین صورت در واقع اینها رو نزدیم. خب اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا باز دوباره میایم G1 رو قفلش میکنیم. G1 رو اینجا ما دوباره قفلش میکنیم و خب این رو در واقع تا به پایین میاریم. اینجا هم باز دوباره ABS همون فرمول رو دوباره اجرا میکنیم. XI منهای CI هم رو به پایین میاریم. اینجا دوباره اینجوری میزنیم دیگه، مساویه با فرمان if گروه‌بندی دوم رو این کوچکتر از بود بزن 1 در غیر این صورت بزن 2 در غیر این صورت بزن 2. یک فرمول ایف بسیار ساده و این هم رو به پایین. خب باز دوباره گروه‌بندیمون می‌بینیم که نسبت به این تغییر کرد. دوباره میایم یکی دیگه اجرا می‌کنیم، یک گروه‌بندی دیگه. یعنی اینجا دوباره چجوری حساب می‌کنیم؟ میگیم average if رو مجددا اجراش می‌کنیم. average if اینجا گروه‌بندی 1 رو برای ما مشخص کن و از اینها در واقع میانگین بگیر. باز دوباره اینجا هم average if اینجا توی این گروه 2 رو بگیر و اینجا هم در میانگینی از اینها بگیر. دوباره فرمان ABS در واقع 15 رو منهای این C1 این XI بود، اینم CI بود. همین کار رو دوباره تکرارش میکنیمشون رو به پایین و این طرف هم دوباره هم ABS CI XI منهای CI و رو به پایین و بندی جدید رو هم با if می نویسیم. if رو می نویسیم که اگر این کوچکتر از این بود بزن 1 در صورت بزن 2. خب باز دوباره می‌بینید که گروه بندیمون با اون فرق کرد. میایم مرحله بعدی دوباره اینها رو کپی میکنیم دیگه. لازم نیست بشیم یکی یکی اینها رو در واقع محاسباتش رو انجام بدیم دیگه.
اینجا رو فقط این رو سوری میکنیم، این هم همینجور دیگه. این رو میزدیم و بندی جدید رو هم بر اساس هم میزنیم. اینجا هم باز دوباره برمیگردونیم به بی، این رو هم تا پایین میزنیم. خب حالا چطور شد؟ این اعدادمون رو با هم دیگه چکشون میکنیم ببینیم چند درصدشون این یکی هست. این مساوی با ببینید که همه اینها ترو هستش، یعنی گروه بندی نسبت به قبلی اصلا تغییری نکرد. پس بنابراین این در واقع گروه بندی نهایی ما خواهد بود، یعنی شما کل این گروه ها رو بر اساس این شما میتونید بیاید و گروه بندیشون بکنید. این ساده ترین مثالی هستش که برای ساده ترین الگوریتم داده‌کاوی میتونید بزنید. این الگوریتم بیشتر برای در واقع خوشه‌بندی مشتریان، خوشه‌بندی حالا انواع نمونه‌های شما اتفاق میفته. تقریبا میشه گفت پرکاربردترین در واقع الگوریتم داده‌کاوی هستش. توی جلسات بعدی مجددا در خدمتتون خواهم